آیا میشه حال من خوب بشه؟ اگر میشه چرا تا حالا هیچ کس حال خوب واقعی و دائمی رو تجربه نکرده؟ قضیه اینه که ما اینجا هم فریب شیطان رو خوردیم. در ما 2 تا باشنده وجود داره. یکی بعد اصلی ماست که خداییت ماست. یکی هم بعد شیطانی که نفس یا من ذهنیه. حالا سوالی که باید از خودمون بکنیم و منصفانه به خودمون جواب بدیم اینه: من حال کدوم بعدم رو میخوام خوب کنم؟ بعد الهی من که اصلا نیاز به اینها نداره، خودش معدن آرامشه. نکنه بازم فریب خوردم میخوام بعد نفسانی خودم رو حالش رو خوب کنم؟ جواب اینه که بله. این که میریم یه چیز میخریم حالمون خوب بشه، من برم ازدواج کنم حالم خوب بشه، اون یکی میگه زنمو طلاق بدم حالم خوب بشه، بچه دار بشم حالم خوب بشه، همشون فریبه. این که عده‌ای میان سراغ آموزه های مولانا که ما بریم اونجا حالمون خوب بشه، اینها متوجه پیغام مولانا نشدن. اینجا برای حال خوب شدن نیست، اتفاقا اینجا باید حالتون بد بشه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست.